سلام بینندگان گرامی، خوش آمدید به کانال من. نام من منوچهر کوهستانی. یک برادر ما ظریف یاروف از دنغره از من یک خواهش کرده بود. نوشته است: سلام برادر منوچهر، من ظریف از ناحیه دنغره میخواستم درباره محلگرایی بعض بی‌مدنیت ها یک ویدیوی علاهیده میکردین. برادر ظریف، ما کامنت اترا خواندم، ما چیزی که تو نوشتی خواندم و با جان و دل قبول کردم و فرض دانستم که امروز درباره محلگرایی صحبت بکنم. هر یک نفری که نابودی این ملت را میخواهد اون محلگرا است. نگاه بکنید دوستان عزیز، دیگر کشورها پیشرفت کردند، دیگر مردمها دارند به آسمانها پرواز میکنند، اما ما و شما در همون عقل کوتاهی که داشتیم ماندیم. محلگرایی یک بی‌مدنیتی است. این برادری که به من نوشته است میگه که من از دنغره هستم. میفهمم که از دنغره نفرای کلان در حکومت تاجیکستان هستند و زیاد نفرم از اوجا در حکومت هستند. به همون خاطر شاید بیچاره رکت میگه گپی بد گفته باشه که شما همه حکومت گرفتین برای ما هیچی نمیتین، یا که یک سعودی گپ زنه میگنش که شما 70 سال همه بایگری را در سخت کردین به ما ندادین، یا که یک شهریش میگه دیگر قشلاقی میگه. همین استریوتیپ بعد ما کی بس میکنیم؟ یک چیزی که برای این ملت در کار نیست، محلگرایی، مگر ما 100 میلیون هستیم؟ امروز ما باید از اون فکرهایی که ما و شما را جاهل میکنند باید خارج بشیم. جامعه ما باید این را بداند که ما فقط با یک دیگر میتوانیم پیشرفت کنیم. ما فقط با تاجیک بودن میتوانیم پیشرفت بکنیم. هر یک تاجیک کلابی است، هر یک تاجیک دنغرگی است، هر یک تاجیک پنجی و خطلانی و بدخشی و سغدی است، چون تاجیکستان دولت ما و شما است. دوستای عزیز، ما یک ملتیم. فقط ما باید که ملت دوستی را در دل مردم بیدار بکنیم. امروز نفری که تحقیر میکنی و گپای بد میگوی باید بدانی که وظیفه ترم دعوت کردن برای بیداری ملت است. ترم وظیفه داری، چون آینده تاجیکستان، آینده تاجیکان فقط در دست ماست، در دست تاجیکان است. شما نگاه بکنید، یک اسرائیل خرد میتواند نصف دنیا را کنترل بکند، شاید زیاد، اما فرزند سامان، فرزند رودکی امروز نمیتونه که یک زندگی خوبی داشته باشه. خنداور نیست؟ خنداور است، در حقیقت خنداور است، چون یهودی محلگرایی نمیکنه. ما باید از ملت هایی که در دنیا پیشرفت کردن درس بیاموزیم. اونا با همدیگر دست دارند، نگفتن که تو از اوجا هستی، نگفتن که تو از زیاوان هستی یا که از بخش هستی. اونا به هر یک نفری که در این ملت است گفتن تو از ما هستی. بیاید ما را همیشه بگوییم ما، چون ما هستیم.
ما ملت تاجیک رسالت داریم و ما باید برای آسیای میانه نشان بدهیم که ما یک ملتی قوی و با فرهنگ و با کلتور هستیم و می توانیم در وقت لازم کشور خود را حمایت بکنیم و فرهنگ خود را برداریم و برای این ملت کوشش بکنیم. اگر تو امروز میگویی که زبان تاجیکی زبانی کنده است، برادر، زبان تاجیکی کنده نیست، او فکری تو کنده است که غلط فکر میکنه. امروز ما نیاز به پاتریوت های داریم، امروز ما نیاز به مبارزین داریم که به خاطر وطن و به خاطر زبان تاجیکی مبارزه میبرند. شما امروز در یک جا گوشتی میدازید و مردم گوشتی میگیرن، یک ماشین، دو ماشین، نمیفهم، یک خانه میمانید، اما برای زبان تاجیکی چی میتین؟ چون زبانم برای ما در کار است. اگر همین زبان تاجیکی از بین رفت، همه چیزی از بین میرود، چون تو فرهنگی خدا با زبانت گم میکنی. خدا نکند، خدا نیارد روزی را که در خانه‌ات هیچ کس با زبانی تاجیکی با تو صحبت نکند، چون که اون فکری غلطی تو میگفت که این زبان شکسته است. ملال مباش برادرم، وظیفه ایت است که زبان تا حمایت بکنی، وظیفه ایت است که به خاطر فرزند پدرت مبارزه ببری، وظیفه ایت است که برای آبادی کشورت کوشش بکنی. تو فکر نکن که زندگیت خوب میشود و دیگه تاجیکا اذیت میکشن، به تو هیچ ربطی نداره. تو خطا میکنی. هر یک خاری که در پای هر یک تاجیکی میخلد، اون در پای تو خلیده است و تو روز این را احساس خواهی کرد که نجات این ملت در دست هر یک ما و شماست. امروز باید این ملت زبان دوستدار باشد، نه محلگرا. ما چقدر زبان زیبا داریم، در هر جای کشور بیان نوع صحبت کرده می شود. بیاییم زبان خدا حفظ بکنیم، ملت خدا حفظ بکنیم. اگر تو امروز مسلمان زاده ای میگوی قومگرایی، ملتگرایی، محلگرایی حرام است. در امان خدا باشید دوستای عزیز. فراموش نکنید کامنتاری‌ها را بنویسید، زیاد بنویسید، خوب بنویسید که ما بخونم و ما با یک جایگی درباره درد جامعه ما صحبت بکنیم. امروز که ما درباره محلگرایی صحبت میکنیم چون این یک دردی بی‌دوای است و ما فقط با صحبت کردن و با عمل کردن و با سرمایه گذاری کردن در سر ملت و فرهنگ این ملت می توانیم به دست بیاریم. زنده باد ملت تاجیک. من تاجیکم، من تاجیکم، من از تاجیکستان هستم. خداحافظ.